دوستا سلام برسه، خدا کنه جور صحتمند باشین. روز و شبتان هر جای که هستین خوب بگذره، شاد و موفق باشین. امروز یک سفر داریم به یک ولایت، یکی از ولایت های البته یکی از قریه ها بگیم یا ولسوالی به اصطلاح با شما بگیم، به نام بردور است، نزدیک به شهر انطالیا است. یک برنامه داریم، چند زمین است که اوجا میریم میبینیم و در اون زمین ها آیا خانه آباد میشه، مارکت میشه یا هم زمین های زراعتی است. او را برتان باز میگم، از نزدیک رفته تا اون معلوماتش گرفته دیگه. فعلا آمدیم همینجا که یک چای صبح نوش جان کنیم دیگه. اونجا قسمی که میبینین خدا گرم پیچاندیم که اونجا هوا سرد است دیگه، به او لحاظ مریض نشیم باز دیگه. اینه براتون نشان بودم از امی نانای ترکی را که چا مشهور است، اینا سیمیت میگن. بسیار مزه‌دار است واقعا. abi şeye getirdim. دیگه نمیده چای صبح داریم، نه چای ترکی هم هست دیگه، پنیر و بسیلا زیتون و همون چیزایی که ترکیه رواج است دیگه. میریم میبینیم که چی میه پشریم و با ما باشین و تعقیب کنن و هم ببینیم که قسمه که گفتم زمین ها البته ببینیم که زراعتی میتونیم بگیریم یا ای که زمین های که دو ساختمان سازی میتونه شود. معلومات شریک میسدم امرایتان در پالیش تصاویر از شهر کوچک و زیبایی که به نام بردور است هم می داشته باشیم. با ما باشین و جای نرین، چایتان ادم کده تعقیب کنیم برنامه را. تانکی را فول کنیم. اما دوستان ما رسیدیم در داخل شهر بردور. داخل شهر هستیم فعلا دیگه. روان هستیم به طرف هدف. داخل شهر براتون نشان میدم که چه قسم است.
یک شهر بسیار کوچک است. شهر میگم من. البته یک ولسوالی بسیار کوچک، اما باز هم در 6-7 سال که من میبینم طرف آمدیم بسیار زیاد تغییرات و اینا آمده. به این شکل میبینیم. هر روز تغییرات جدید، چون در حالت بازسازی است. عموما شهرهای بزرگ ترکیه شکل اپارتمانش است، خیلی قدیمی معلوم میشه اما بازم بد نیست. دوستا قسمی که میبینین بسیار وقت کم بسیار تغییرات زیاد آمده. یعنی واقعا حالت ساخت ساز و حالت پیشرفت است. شهر کوچک و در این چند سال که من آمده بودم تغییرات بسیار مثبت بسیار خوب آمده اینجا. Ha doğru, Barış'ın evde kalmıştım. Kaçtılar. Oğlum Barış abinin horlamasından sıcaktan uyuyamadım. Tamam biz de alkolüyüz de o abartmış artık. Valla 38 gün içmedim. 39. işte o mangalda kaç makine mühendisliğim doktorası. Senin yapacağın öyle. Yaptılar. Oraları geliştiriyorlar. Şimdi yeni açıldı mesela. Bu yaz karşı tarafta mı? Yaz karşıda sağda. Biz karşıya geçiyoruz değil mi şu an? Karşıya geçiyor. Kanka niye burada böyle orası yarak gibi bomboş? Böyle abi orası. 10 senedir falan var. Benim hemşom çok güzel kızı var ama. Allah'ım. دوستای نقشه بردور است که قسمی که میبینین که بردور از لحاظ جغرافیایی در کدام قسمت قرار داره. آمدیم دوستا دیگه در یکی از رستورانت ها به نام بارش کباب چه مشهور است در شهر بردور در کافیلر جلسی برش میگن دیگه اینجا صاحبش هم امرای ما ششته امرایش یک کوتاه صحبت می داشته باشیم. فعلا از ما غذای ما آمده به این شکل. Özgür bu yemeğin ismi ne? Şişkenler. İskender. Benim yiyeceğim. Bak Mucidi burada. Mucide orada. Selam aleyküm. این صاحب رستوران هستن. Abi bu şu Michael'da biraz konuşabilirsin yani şu yer
Barış Kebap'tan merhaba arkadaşlar. Yerimiz Kafeler Caddesi'nde, valilik altında Barış Kebap. Güzel kardeşimin şu anda tatmış olduğu yemek benim icadım şişkender. Burdur Şiş'e gelen yeni lezzet sadece Barış Kebap'ta. İnsanı da paylaş Muhakkak abi. tadılmalı. Instagram Aynen. adresim Baris Kaval. Oradan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca müzisyenim, güzel şarkılarımı izleyebilirsiniz. Hem damağınıza hem ruhunuza hitap ediyoruz. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Selamünaleyküm. Maşallah çok güzel abi. Hem yemek yiyoruz hem şarkı dinliyoruz. Çok güzel, teşekkürler abi. Rica ederiz. Yani دوستا دیدین که هم ما را غذا میتن هم غذای روک موسیقی بسیار خوب آوازخوان است. اینستاگرام خدا گفته کسایی که ترکی میفهمه اونا باز میتونه که Çok iyi. تعقیبش کنن اینستاگرام آهنگایش بشنوه دیگه باز هم ما هم غذای خدا بخوریم دور از دلتان انشالله. یک دوست وطندار ما هست اینجا، همراه از ما باشین، سلامت باشین. دوستا ما رفتیم لن yapacak. Yapma sana. Oğlum sen niye Farsça konuşuyorsun ki? İngilizce konuşsana. İngilizce bir meşhur olalım da sonra İngilizce. Benimki remix zaten. Her şey var içinde. Her şey karışık. دوستان عزیز رفتیم ما بردور قسمی که گفتم اینجا زمین ها رو دیدیم. بعض زمین هایی که فقط برای ساختمان بودن و برای زراعت همچنان هم زمین های زراعتی رو دیدیم هم زمین های برای ساختمان دیگه جای مختلف رو دیدیم. نزدیک دریا بود چند جای دیدیم، داخل شهر دیدیم و همچنان نزدیک به جنگل و اینا سه موقعیت که تعیین کرده بودیم دیدیم. به این شکل معلوماتش براتون در پایین نوشته میکنم از طریق دفتر که میتونین اگر خواستین ارتباط بگیرین. اینا همونجا مسئولیت فروش اینایش دارن، شما میتونین همراهشان به تماس شین و از اول تا آخر با تمام مدارک لازمه که می باشه همراه شما همکاری میکنن در عرصهش. چی خرید خانه در خود شهر انطالیا باشه، آپارتمان، ویلا، زمین و اگر دوستایی که حساب بانکی نداشته باشه اینا باشون باز میکنه. خب مسائل بعدا سر صحبت میکنیم. یک روز تمام از این معلومات با خودشان یک جا بوده دفتر رفته شریک میسازیم. اونا رو هم بایدتان به هر صورتش دوستایی که اگر علاقه می داشته باشه برای خرید زمین و زراعتی، البته برای اینوستمنت، برای سرمایه گذاری، ما معلومات در پایین نوشته میکنم براتان. شما میتونین با این شماره و ایمیل در تماس شوین برای معلومات بیشترش
و همچنان اگر دوست داشتین که سرمایه گذاری کنین، سرمایه گذاری بسیار کوچک که یک پیش پرداخت بسیار ناچیز است، البته پول کافی ما شما برش میگیم با یک مقدار پول بسیار کم میتونید یک پیش پرداخت و دیگرش مانع پرداخت بسیار کم داره. صاحب همین زمین زراعتی یا زمین که در اون ساختمان میتونه ساخته شود و هر طور دیگه زمینی که شما دوست داشته باشین ویلا بسازین و اینا، به این شکل نظر به بودجه‌ای که می داشته باشین شما نظر بر از اوست دیگه. ما فعلا زمین هایی که دیدیم با پیش پرداخت بسیار کم و مانع پرداخت بسیار ناچیز میتونه شما صاحب زمین شین و یک سرمایه‌گذاری کوچک را داشته باشین که البته بعداً قیمت از اینا بالا میره و شما میتونین که با قیمت بسیار خوب با مفاد بسیار خوب دوباره این به فروش برسانید. البته همچه یک فکر ما هم کردیم و خواستم امروز شما هم ایده شریک بسازون. اگر علاقه داشتین باز میتونین که همراه ما تماس شوین، معلومات بیشتر و تمام جریانات دیگه که می داشته باشه اونم همراهتون شریک میسازم. البته کسایی که سرمایه بسیار کمه بخواهند که مثلا یک پول ناچیز با $1000 و $2000 اینا که پیش پرداخت اولش است با اون مقدار و بعدا 100-200 که مانع می باشه هم میتونن که صاحب یک زمین خود دیجه بسازن و کسایی که علاقه داشتن میتونن که 2 نمره، 3 نمره، 4 نمره هر قدر که توانایی داشتن میتونن که برای خود زمین بگیرن و بگذارن بعد از یک مدت و فروش برساننش یا ای که هر پلان برنامه‌ای که می داشته باشه مربوط خودشان است. یعنی با گذشت یک زمان نظر به ضرورت هر انسان کس خاص میفروشه، کس خاص بیشتر نگاهش میکنه که قیمتش دوام بالا بره و خلاص یک سرمایه گذاری بسیار خوب است. دیگه علاقه اگر داشتین ما و اینا دوستای ما در خدمت هستیم. حتما معلومات بیشتر و تمام رسمیات دیگه که داره را همراهتان شریک میسازیم. ما پس دوباره میریم به طرف شهر. Boss 50% battery. طرف شهر میریم پس دوباره بخیر. برنامه ما ادامه خواهد داشت. ما شما هستیم. میبینیم که کجا باز میریم. برنامه را تعقیب کنیم. جور حتما باشه.
دوستان یکی از رستورانت هایی هستیم که البته فقط رستوران نیست، کافه هاییست که فیوریت پلیس من است. من همیشه همینجا می آمدم، همیشه همینجا خاطرهای بسیار خوب از اینجا داریم، یادگار. جایی است که غذایشان و همه چیزشان بسیار فوق‌العاده است و هم با مزه است و هم بسیار صفا است. دیگر ترجیح ما همیشه اینجا بوده. شما هم که دالی آمدیم حتما اینجا بیاین، نام شما براتان میمونم. ما هم جایی که دوست داریم، جایی که بودیم خاطره داشتیم از همگیشه میگردیم، همراه شما هم شریک میسازیم. فعلا غذا آمده، غذا را میخوریم، باز ما شما هستیم. سلامت باشیم. سلامت باشیم.